بالافرین روسی و ملیسین ایرانی دو اپراسیون خویا لشکری ده لباکور سوریه بردوامن کود انجاموی اپراسیون لشکری ده بدهان سیویل دبن قربانی. دیما هفرسکارن برسفدان راگهاندن کو جبریا دماهونیوان و انگوژ سباتا بوری و بالافرین شرکرین روسی و ملیسین ایرانی ده انجام دانا اپراسیون اسمانی ده لسر هجمارک باجار و باجاروک لباکور سوریه به تایبتی لدورا به چک ده بردوامن. ده داخلانی که ده تیما ناووری اشکره کر کود انجاموی اپراسیونی ده بهتری 254 سیویل ناوان دانو تو یک زاروک جیهابون تانها هاتنه کشتنه. 200 سیویل لباجار ادلب و گندوارن وی هاتنه کشتن و 45 لحمای جیان خواجی دزدانو 7 ولاتی لحلبه و 2 للاسقیه بون قربانی. همان تیم داخلیانی خود دیار کرد که به صدماوی اپراسیونی پلک دربدری درست بو که نزدیک 186,252 کس دفجمال و ملکن خبردان و دربدری دورین آرام بون که جوه هجماره 25,019 کس دربدری باجار معرت النعمان بون و 17,182 کس دربدری باجار کفر نوبل بون. دیما هفرسکارن برسفدان دداویا داخلیانی خود بردوامی اپراسیون لشکری لسر باکور سوریه جالی روسیا و ایران و بتوندی شرمزار کرد هفدمی بیدنگی ناو دولتی داخواز جالی ناو دولتی و رخصنن مافی مروان کرد که بیدنگی خو بشکینن و دزوترین دم ده دستوردانی بکن جبورا وساندناوان ایریشن تون لسر سویلان. دوجی طالقوانان جناوا باجار ادلب راگهاندن که درنگی شوه بالافرین شرکرین روسی به هجمارک اپراسیون اسمانی باجاروک اورمجوز و در دورا باجار اریحا لباشور گندوار ادلب آرمانچ کرن دیار کرن کود انجاموان ایریشانده مالباتک به تمامی کش 7 کسان پیک دهات هاتن کشتن سرباری گشت نازیان مادی لسر مال و ملکن ولاتین و دوره. اروها بروانیا سیویل جی جالی خواه دیار کر گود انجام ایریشن رژیم اسد لسر گندوار حمایه به تایبتی باجاروک الحویز کفر نبل العمیقه والحمراء والحویجه وكلها المضيق هجمارك ولاتين سیویل هاتن کشتن. بروانیا سیویل دازانیجی که روژ بروژ و رژیم اسد ایریشن خوالی سر هر دو گندن ادلب و حمایه گرتر دکه ده انجاموان ایریشان ده خلک دورین 4 دبن مالن خواه بجه بهیلن و بری خواه بدن دورین آرام. لباجار حلب جی دوه بازارا گالری به هجمارک توپ و موشکان هات آرمانچ کرن ده انجام ده بهتری 6 سیویلان جانا خواجی دزدان لگل برین داربونا هجمارک کسندن.